الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران بسیار معزز، درس های پیشین به سمع شما در بابت چند مسائل در بیان مسائل های نیک بیان کردیم. انشاءالله امروز هم که باشد به علم نکات در چند بابت، یعنی علل خصوص در بابت بسیار از برادران سوال میکنن که در ملکای غریب هستیم، آیا غیر مسلمان یعنی خریستیان یا یهودی را نکاح کردنش درست هست یا نیست از دیدگاه اسلام؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشاءالله به سمع شما میرسانم. از الله متعال اولا خواهان هستم که پروردگار مهربان این صحبت من که بنده عاجزی ناتوان میکنم مخلصانه بگردانه، خالی از ریا بگردانه و پروردگار مهربان این صحبتی که ما میکنیم سبب هدایت یک برادر یک خواهر مؤمن مسلمان الله مهربان نصیب روزی بگردانه. امروز هم که باشد در بابت چند مسائلی که وابسته به نکاح هسته به سمع شما میرسانم. انشاءالله هر بنده مؤمن مسلمانی که گوش کنه به خود یک برداشت میکنه. انشاءالله از خدا امید دارم فقط انسان از پای جستجوی علم باشد، محبت داشته باشد، به خود برداشت میکند. انشاءالله الله متعال همه ما و شما را هم به گوش کردن هم به عمل کردن نصیب روزی بگردونه. دیروز در بابت چند مسائل هایی که نکاح کردن با اونها حرام است، یعنی دست نیست، به سمع شما می رسانده بودم و چند نقطهش روشن کردگی نبودم. میخوام پیش از آغاز صحبت همون صحبت دین پری روز کرده بودم، یعنی هر مردی که اگر یک زن نکاح میکنه بعدا طلاق میکنه، خاله همون زن، عمه همون زن، این حرمت ابدی نمیگرده. یعنی وقتی که او زن طلاق کرد خالش عمش گرفته میتونه، فقط حرمت ابدی خشتامن میگرده و دختر همون زن، یعنی دختر همون زن گرفته نمیتونه و خشتامن شه اگر چند او زن هم طلاق کنه. و امروز هم باشد مسائل متفرقه، یعنی مسائل های گوناگون در بابت ازدواج بیان میکنیم. مسئله 1196 نکاح کردن زنهای اهل کتاب، یعنی کتاب گفته نصرانی یهودی ها را میگن، کتاب مثل یهودی اینا نصارا، به شرطی که پایبندی به کتاب آسمانی خود باشند، یعنی آنچنان خریستیانی باشد همی که به همون کتاب حضرت عیسی علیه السلام ایمان داشته باشد جایز است، ولی شخص مسلمان از این گونه ازدواج ها خودداری نماید بهتر است. یک انسان میگه که میتونه مرد مسلمان زنی غیر مسلمان، یعنی یهودی است یا نصرانی است، به همون پابند کتاب خودش است. یعنی در کتاب حضرت عیسی علیه السلام همون یکی نازل شده بود، حضرت عیسی را پیغمبر گفتگی خدا گفتگی نیست. امروز یگانه اشتباهی که امروز بگیم که غیر دین میکنه همین است که اونها میگن که نعوذ بالله عیسی بچه خدا، در حالی که در کتاب اونها این نیست. یعنی ایمان داشته باشه که عیسی چیه پیغمبره و به همون کتاب ایمان داشته باشه، همون را مرد مسلمان نکاح کنه چیه درست است. لیکن اگر خودداری کنه و همون را نکاح نکنه با این بهتر و خوبتر است. مسئله 1197 ازدواج زنهایی که ستاره پرست اگر اعتقاد به دین و اقرار به یکی از کتاب‌های آسمانی داشته جایز است، ولی اگر فقط ستاره پرست بودن و کتابی نداشتن جایز نیست. انسان‌هایی هستند که ستاره پرست هستند لکن به دین یهودیت یا به نصرانیت به کتاب همو ایمان داشته باشد اینم جایز است، لکن به یگان کتاب آسمانی مثل انجیل، زبور، فرقان همین ها یگان تش ایمان نداشته باشد، فقط ستاره پرست باشد، او را نکاح کردنش جایز نیست. مسئله 1198 مرد و زن در حالت احرام برای حج میتوانند ازدواج نمایند، ولی تا احرام دار می باشد نمیتواند با هم بستری شود. یعنی یک مرد مسلمان به حج می رود، یک زن بیگانه به حج می رود،
همونجا همدیگر را میبینن عاشق میشن، یعنی میخوان که زندگی کنن، نکاح برپا کنن. همونجا همدیگر را نکاح کردن میتونن، نکاحشو درست میشه، لکن هم بستری کرده نمیتونن، در حالی که در حد احرام میتونن که هم بستری کنن، لکن نکاح کرده میتونن. مسئله 1199. اگر کسی زن آزاد داشت نمیتواند کنیز را ازدواج نماید، ولی اگر کنیز به ازدواج داشت میتواند زن آزاد را ازدواج نماید. یک انسان زن آزاد داشت، آزاد بگیم که دوره های رسول الله صلی الله علیه و صحابه و که در بگیم که فیلم ها بسیار نظر کردگی که غلامداری بود، اسلام آمد این غلامداری را از بین برد. بعضی برادرای امروزه دعوای مسلمانی میکنن، اونقدر مفکورشون کم است که میگه اسلام دینی فقط غلامداریه، یعنی نگاه که کنای یوسف، نگاه که کنای پیغمبر صحابه، نگاه که غلامداری است. ای برادر اهل اسلام، وقتی که صدای منی بنده گناهگار میشنوی، هیچ محل تو فراموش نکن که مفکوره تو کم است. اگر تو به تاریخ اسلام نظر کنی، اسلام آمد غلامداری و بردگی را از بین برد. تا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و به دنیا آمده بود، همه دوره چی بود؟ غلامداری بود. اسلام که آمد، یک جنایت که میکردی برای کفارت اون چند غلام آزاد میکردی، یک جنایت دیگه میکردی چند غلام آزاد میکردی. اساسا همین اسلام عزیز آمد غلامداری از بین برد. لکن ما بسیار جای افسوس است که انسان دعوای مسلمانی میکنه، اونقدر متعصب است که میگه اسلام دینی غلام است. نه، بلکه اسلام غلامداری از بین میبره. اگر کسی میگه زن آزاد داشت، یک زن آزاد داشت، نمیتونه کنیز رو ازدواج نماید. یعنی ازدواج گفته نکاح کردش نمیتونه، نکاح کرده هم تا غلامش گرفته میتونه و نکاح کردش میتونه. ولی اگر کنیز به ازدواج داشت، یا کنیز نکاح کردگی بود، میتونه زن آزاد بالای او بگیره. مسئله 1200. اگر کسی زن رو ازدواج نمود که از عمل زنا باردار است، جایز نیست، ولی باید با وضع حمل با او جماع نکند. یک زن که نکاح کردی، در نکاح خود در آوردی، بعدا عیان شد که اون زن چی شده، مقصد از زنا حامله دار است، با او جماع کردن، هم بستری کردن جایز نیست تا وقتی که وضع حمل کنه. یعنی همون کودکی را که ای زنا در شکم داره، تا وقتی که او را تولد کنه، قیش خواب خیز کردن درست نیست. مسئله 1201. اگر کسی دو زن را به یک عقد در حباله نکاح خود در آورد و بعد معلوم شد که یکی از دو زن بر او حلال نیست، مثلا خواهر رضاعی او می باشد، نکاح آن زن دیگر جایز است. یک جوان دو دختر در نکاح خود در آورد، یک بار دو دختر در نکاح خود در آورد، بعدا معلوم شد که او یک زنش خواهر رضاعی خودش بوده است. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعدا دو زن در نکاح خود در آورد، یعنی دو دختر در نکاح خود در آورد. بعدا اومدن گفتنش که ای برادر اهل اسلام، او یا زنش خواهر رضاعی خود دسته، قای او زن بیگونهش نکاحش درست میشه، قای خواهر رضاعیش چی میشه؟ نکاح نمیشه، به خاطر او خواهر رضاعی خودشه. ابا او زن بیگونهش نکاح چی میشه؟ درست میشه. این خواهر رضاعی خودش که هسته، با این نکاح درست نمیشه. میگذاریم در مسئله احکامی ولی در عقد. یعنی ولی گفته پدر و پدر بزرگی هم دختر رو میگویم، آیا پدر همون زن پدر بزرگش یعنی بابیش در همون نکاح بدن شرط است یا نه؟ همون را انشاءالله که بیان میکنیم. ولی در لغت معنی دوست، ولی اصلا در کلمه عربی به معنی دوست و در اصطلاح فقها به کسی میگویند که اختیار ازدواج پسر و دختر دارند. لکن فقها، علمای فقها در علم فقه او را به چی میگیرند؟ به شخص میگیرند که اختیار ازدواج پسر و دختر دارد، یعنی ازدواج دختر پسرش در دست داره، همون را چی میگن؟ ولی میگویند. همچنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثای در این بابت بیان کردگی است درباره ولی.
مسئله 1202 ولی پسر و دختر اول پدر است. یکم پدر. اگر پدر نبود پدر پدرتون هرچند که حیا داشته باشد یعنی بابیش می شود. اگر پدرش نباشه بعدا بابیشه. اگر اینها نبودند برادر اعیانی که اکشه یا دادرشه. اگر برادر اعیانی نبود برادر علتی چه خیلیه مقصد که اوچه هاشون یگانه پدراشون دیگن یا پدراشون دیگن پدراشون مادراشون دیگه. اندی برادر علاتی ناتینی پسر برادر اعیانی بو میشه. پسر برادر اعیانی و اگر پسر برادر اعیانی نبود پسر برادر علاتی یعنی چگونه که گفتم کو یا ای طرف مادریش یا ای طرف پدریش همیورا چی میگن که همون پسر برادر اعیانی نبود پس پسر برادر علاتی و اگر اینها هم نبود عمو یعنی عمکش میشه عموی اعیانی. اگر که بود خیلی عمک اما نگاه که اگر این هم نبود عموی اعیانی یعنی عمکی پدریش. اگر عموی اعیانی نبود عمک نداشت عموی علاتی تقویش بگیم. و اگر این هم نبود اولاد آنها به ترتیب بیان شده و اگر از اینها کسی نبود عموی پدر به ترتیب مذکور یا عموی پدر به ترتیب بیان شده است و اگر این هم نبود ولی و صاحب است. مثلا بگیم که عمو پدرش عمکش بگیم عمو پدرش عمکش میتونه که با ولی شوه همتا به ترتیب میروه. اختیار مادر است و اگر مادر نبود جد یعنی مادر بعدا وقت اینها که نبود مادرش ولی میشه. اگر مادرش هم که نبود مامش ولی میشه. در جای همو بگیم که مادرش که نبود بیبیش بگیم بیبی مادریش میشه. و اگر اینها هم نبود خواهر اعیانی و اگر خواهر اعیانی هم نبود خواهر اعیانی که یک پدر یک مادر اعیانی. و اگر خواهر اعیانی نبود یعنی خواهری نداشت که یک پدر یک مادر خواهر علاتی یعنی یا خواهر داره که بگیم یک مادرن پدرش دیگه یا یک پدرن یا مادرش دیگه هستن همو ولی میشه. و در نبودن خواهر علاتی خواهر اخیافی بلکه هم نباشد خواهر اخیافی میشه. مسئله 1203 پسر بالغ و دختر بالغه خود مختارند. همون را میگه مسئله بالغ یک دختر به بالغت میرسه یا دختری که به بالغت میرسه خود مختار هستند. هیچ کسی نمیتونه آنها را اجبار به نکاح نماید. او را هیچ که مجبور کنه نمیتونه که تو همین بچه را تو هم دختر را میگیری. در اسلام مجبوری نیست. مال اسف امروز بسیار نظر میکنی بعضی پدرها را دخترها را مجبور میکنن یا پسرها را مجبور میکنن. هیچ کسی نمیتونه اینها را اجبار به نکاح نماید. اگر خود آنها نکاح خود را با کسی منعقد نمودند جایز است. همون کسی را که بچه که دوست میداره با همون زندگی میکنه یا دخترم کسی را که دوست میداره طبق شریعت با همون زندگی میکنه. هیچ که مجبور کردن نمیتونه آنها را. اگر خود آنها نکاح خود را با کسی منعقد نمودند جایز است اگر ولی آنان مطلع باشد یا نباشد. رضایت و عدم رضایت ولی تأثیر ندارد. همون شرط مهم بچه بخواه که قیم دختر زندگی کنم یا دختر بخواه که قیم بچه زندگی کنم هیچ که مجبور کرده نمیتونن. مسئله 1204 دختر و پسر بالغ با غیر کفر ازدواج نمود ولی آنان با این نکاح راضی نبود این عقد جایز نیست. و اگر با کفر ازدواج کرد اما مهریه‌اش از مهریه مثلی کمتر است عقد نکاح جایز است لیکن ولی اختیار فسخ عقد را دارد که به محکمه شرعی مراجعه نماید تا حکم شرع عقد را فسخ نماید. این مسئله بهترین. یک جوان با یک دختر بگیم که نکاح کرد در حالی که همون جوان با او دختر کف نبود یعنی بچه کمبغل بود دختر بوی بود بگیم همین دختر بوی بود در همین جا کف نبود
پدرش همو دختر پدر بچه بگیم پدر بچه روزی نبود در همین نکاح پسرش. پسرش رفت یک دختر را نکاح کرد که بچه خودش یک کارو عادی میکنه کمبغل دختر بوی است، یعنی دختر یا بیزنسمن است یا یا تلوف فروش است. بعدا پدرش فهمید، همون پدرش فهمید میتونه که نزد قاضی بروه همون نکاح بچهش قایم دختر جدا کنه، حق داره، به خاطر اونها کف نیستن. همون میگه که این عقد جایز نیست به خاطر که کف نیست. کف چی را میگن؟ برابری را میگن در نکاح. یعنی باید که از همین کف در خود اهمیت نمیتن بسیاری، ولی انشالله در درس آینده کف بیان میکنم. در همین مال اسف تاجیکستان خودمون 90% علمای کف اهمیت نمیتن، چه خیلی فارشون نکاح میکنن عاقبت مال اسف با دست به طلاق میزنن. اگر همین کف اهمیت تن همین ممکن 80% طلاق نشوه و ممکن 50% طلاق کنن. مثلا خیلی از زنها را دیگه طلاق کردن کم کنن به خاطر که امروز بسیار جنجال ها بین پسرها و دخترها و میخوره، یعنی رونق میگیره. ای چیه؟ ای کف نبودن، ای ایش طعنه میکنن، ما دارم تو نداری، تو داری من ندارم، همین گونه جنجال میکنن. مال اسف چی میشوه؟ دست به طلاق میزنن. به همین خاطر میگه که اگر کف کی نبود پدر همون مرد یا پدر دختر بگیم دختر کمبغال بود بچه بوی بود، پدر دختر یا پدر بچه میتونه که نزد قاضی بره همون را چیکار کنه؟ جدا کنه. لیکن اگر با کف ازدواج کردن اما مهریه‌اش از مهریه مثلی کمتر است، لیکن کف بدن بچه هم کمبغال دختر هم کمبغال بود هرچون، لیکن مهریه از مثلی کمتر بود. مهریه مثلی مهریه چه خیلی میگن؟ یعنی دختر همسایه‌اش شو دادن $3000 بردن مهریه مثلی، لیکن در دختر این $1500 وردن. در همین جا اگر برا بگه که ما چیکار میکنم، ما همین جا دور پاس عقد رو دور که به محکمه شرعی مراجعه نماید، همون را در همین جا پدر ای پیش خودش چیکار کرده نمیتونه پاس کردن نمیتونه، با همون جا عقد نکاح همین جایز است. یعنی چی بگیم؟ مثلا در دختر همسایه بگیم $3000 مهر وردن، در دختر $1500 وردن، هر دوشون کف هستن میتونن همیو زندگی کنن. در همین جمله لیکن میگه اگر لیکن ولی اختیار فاس عقد رو دارد که به محکمه شرع مراجعه نماید تا حکم شرع عقد رو فاس نماید. لیکن پدرش هم در همین جا وقتی $1500 ورد بگه در او همسایه $3000 وردن، در همین جا برای به مراجعه کنه اگر پدری همون دختر حق داره، لیکن از نزد خود نمیتوند. مسئله 1205 بین اولیای پسر و دختر مردان میتوانند عقد را فسخ نمایند؟ نه زنها. همون را میگه از بین اولیا گفته خویشاوندای پسر و دختر مردان میتوانند عقد را فسخ نمایند، نه زنها. یعنی بگیم که پدرش نبود عمکش میتونه که برای نزد قاضی چیکار کنه؟ نکاح جدا کنه. یا بگیم که عمکی کلانیش بود یا پدرش عمکش بود میتوند. ای طرف دخترم پدرش نبود عمکی دختر میتوند، تقوی دختر میتوند، تقوی بچه میتوند، لیکن زنها نمیتونن. مادرش، عمش، خالش اینها نکاح فسخ کرده نمیتونن. اگر ولی بدون اجازه دختر و پسر بالغ برای آنها نکاح منعقد نمود، عقد موقوف بر اجازه آنها است. یک بابی بگیم، یک بابو کلان میگن یا بابی میگوین، مقصد بابی بگیم یک بابی یک نوسه تا نفسش در یک نوسه دگریش بخشید، یعنی یک نوسه دختریش در یک نوسه پسریش بخشید. یک نوسهش دختر بود، گفت همین ها در ما و شما ایرا گواربندان میگوین، یعنی میگه که در میدکیش ما گواربندانش کردیم به هم بچه، یعنی همین بابی بخشیدم اورا. وقتی همون ها کلان شدن به عقل شدن، اگر بخوان زندگی کنیم با همون نکاحی که همون بابیشو کردن هم تا میتونن که زندگی کنن. لیکن اگر بگه همون پسر بگم ما روزی نیستم قایم دختر زندگی کنم، یا دختر بگم ما روزی نیستم، حق دارن چیکار کنن؟ نکاح فسخ کنن، زندگی نکنن. و اگر اجازه ندادن جایز نیست و نکاح باطل می شود.
مسئله 1207. اگر ولی دختر با دختر بالغه گفت تو را برای فلانی عقد کردم یا میخواهم عقد نمایم، دختر در جواب خاموش ایستاد یا بلند خنده کرد و یا گریه نمود، اینها به منزله رضایت و اجازه میباشند. یک پدر دخترش گفت، دختر جان گفت من تن نفس را در فلان بچه بخشیدم یا میبخشم، بگه خواهم بخشید، یعنی در آینده خواهم بخشید یا میبخشم. دختر در جواب پدرش کوکت خاموش است و خب ایستاد یا بلند خنده کرد یا خنده بلند کرد یا گریه نمود به منزله رضایت. گریه به آواز که نمود، اینها چیان؟ به منزله رضایت. میگن که دختر راضی است که به همون بچه زندگی کنه و اجازه می باشد و اجازه صریح لازمی نیست. و اگر ولی دختر اسم شوهر را نگفت، اینها دلالت بر رضایت نمی کند. لکن در حالی که پدر گفت دختر من تن نفسم میبخشم، نام هم بچه را نگفت هم بچه در های هم بچه کیه در آینده، مقصد چگونه بچه که اولی نمیدونه، در اینجا درست نمیشه. همون وقتی که همون بچه را همین دخترش به هم بخشیدنی میشه، باید که نام ببره هم پدر که در فلان پسر من تن نفسی ترا چکو میکنم میبخشم. علی 1208. اگر در موقع اجازه گرفتن از در مبلغ مهریه بیان نشد ولی بعد معلوم شد که از مهریه مثلی خیلی کمتر تعیین شده، بدون رضای زهر راضی نشد، باید مجددا اجازه گرفته شود و نکاح منعقد گردد. یک انسان چکو کرد، همون پدر دختر گفت که در هم بچه من ترا میبخشم یا بخشیدنی هستم، در حالی که مهریهش نگفت که همین مهریه میتن فلان پسر، نوم پسر گرفت هم بگیم که بیان کرد، لکن مهرش نگفت که چند قدر مهر چکو میکنن برای ترا میورن، مثلا اینا بگیم $1000 یا $2000 در مهرت میورن، در حالی که مهر آوردن که کم بود. دختر از این درک نداشت، مهر آوردن، مهر خیلی کم بود. امروزه در خود ما هستن که مقصد 30,000 سومون میگن یا 25,000 سومون میگن، بعد 10,000 12,000 سومون میورن. همین چی میشه؟ میگه خیلی کمتر تعیین شده بدون رضای زن ده همین روزی نیست. میگم من ده روزی نیستم، با این مهر نکاح منعقد نمیشه، نکاح در میشه. میگم و اگر زن با این مهر راضی نشد، باید مجددا گرفته شود و نکاح منعقد گردد. میگه همینجا وقتی که مهر کم باشه جنجال کشید، نکاح درست نمیشه. همینجا معن میکنن، دعوا میکنن، همه مهر که آوردن با نکاح ایسر برقرار میکنن. اگر که مهر که نآوردن، نکاح درست نمیشه. یکی از شرط های نکاح این مهریه همون زن است. عزیزان دل، امروز اکثریت جوانو بعض دخترها هم فریب میکنن، مهریهشون میبرن، کمی میبرن، میگن وقتی نکاح در آوردیمش توی کم آوردیم، او دیگر مثلا انجام خونه و دیگر ما خود خریداری میکنیم، در حالی که دختر نکاح میکنن میارن، بعدا دختر مجبور میکنن که تو کریسلا نداری، تو ایتر دیگر قور و بلایی که امروز داخل ما هسته این گونه نداری، بین پسر دختر جنجال میشه، دختر مجبور میشه خونه زنگ بزنه، قرض کنن، سوم روان کنن تا که اون مقصد شیفانیر دیگر چیزا را خرید کنن، در حالی که شوهر بکلا گرفتگی که همه شما چکو میکنه، من از خود میکنم، مهریه را مرد میبره، با زن چکو میکنه، گناهگار میبره. در همین حالت ها به همین خاطر اول زندگی تا هر کسی که امروزه دختر داره، دخترها را شوهر میتید یا بچه‌ای که زن میگیرید، همین مسئله را بدونه، همه مهریه را بری. وقتی همه مهریه زن که نبرده، شما دختر در نکاح میداره، بعدم با سر او جنجال میکنه، او را تحقیر میکنه، در اینجا شما گناهگار میشه. باید که همه مهریه هم زن بری. مسئله 1209. زن شوهر دیده حتما باید صراحت اجازه نکاح رو بیان کند. اما میگه زن شوهر دیده حتما باید صراحتا اجازه نکاح رو بیان کنن، یعنی همدیگر را چکو کنن، بینا علیکم السلام و رحمت خوش آمدین. همون میگه چی میگوید که زن شوهر دیدن حتما باید صراحتا اجازه نکاح رو بیان کنن، یعنی مرد بگه زن بشنوه یا زن بگه مرد بشنوه، همدیگر را ببینن که فردا نگوید که من جوان نمیگیرم،
این جوان کیه که ما را در نکاح خود ما با نکاح خودم ضرورم، یا جوان بینا بگه دختر بیزه بای من دختر را نمیگیرم، حتما هم دیگه را بینن. مسئله 1010 1210 اگر با کورت زن به علت جنسیت و خیز یا بسیار دیدن حیض یا جراحت و بیماری با زیادتین از بین رفت، اون زن در حکم زنهای باکره محسوب می شود. یعنی بعضی مسئله هست که امروزه در جامعه اسلام امروزه بعضی زنهایی هستن که مثلا همو مادرزاد بگن که دختری بگن که بعضی زنهایی هستن که مادرزاد بعضی کسلی ها دارن، بعضی هاش بعدا اپراسیون میکنن که دختریشون ای بین میره، یا بعضی هاش از یگان بلندی میغلطن همون باکرهشون چیکار میکنه از بین میره و همین زنها در حکم زنهای باکره هستند، در حکم زنهای باکره هستند. بسیار توجه کنید برادران اهل اسلام، این مسئله به حد مسئله مهم است. امروز بعضی هستند که دخترای را در راه مونده که مقصد شما همتری است، در حالی که هم دختر خودش زور میگیره که من هیچ کار نکردم تهمت برمه زدم. بعضی مادرزاد یا بگن که از یگان بلندی میغلطن میپرن که همون دختری چی میشوه از بین میره، یا که یگان اپیراسش میکنه یگان علت داره. همون میگه که اگر با کورت زن به علت جنسیت و خیز یا بسیار دیدن حیض یا بسیار خون رفتن یعنی کسالت یا جراحت و بیماری با زیادتی سین از بین رفتن آن زن در حکم زنهای باکره محسوب می شود. یعنی حکم باکره کشید همون مهر چی میبره؟ مهر مثلی میبره. این تینه که این دختر اپیراسا داشته است، همیشه خونش میرفته است، این دختر نبوده است، بیوه بوده است، همی $100 در مهرش بتی نه 100 نامحقق کرده، همون $3000 که در دخترای جوان میبرید در دختر باکره میبرید، در این هم همتری میبرید. مسئله 1211 در بدن پدر، برادر یا عمو بدون اجازه و دستور پدر اگر برای اجازه گرفتن رفتند خاموش دلیل اجازه باید صراحتا اجازه دهند، ولی اگر به دستور پدر بود خاموش دلیل رضایت است. همون را میگه که در بودن پدرش همون جای، برادر یا عمو برادرش همون جای، یا عمو عمکش بدون اجازه به اجازت اینها و دستور پدر اگر برای اجازه گرفتن رفتن خاموش دلیلی اجازت نیست. خاموش شد دلیل اجازت نیست. گفت که پدر من تن است من دایم بچه میبخشم، پدرش خاموش شد نگفت که مایل من دختر من راضی هستم، هیچی نگفت، این اجازت نیست. باید صراحتا اجازت دهد، باید که همون پدرش صراحتا بگه که مایل دخترم من راضی هستم که قیام جوان چکو کنی تا زندگی هستی، یا همون پدر بگه که دخترم من راضی هستم تا قیام جوان زندگی کنی، صراحتا بگه. ولی اگر به دستور پدر بود خاموش دلیل رضایت است. ولی اگر پدر خودش اجازه دادگی بود در حالت نکاح خاموش ایستاد، این حکم. اگر ولی بدون اجازه دختر و برای دیگر نکاح کرد، مقصد که میخواست که به همین بچه زندگی کنم نکاح برپا کنم همون دختر، لیکن پدرش به یک پسر دیگر چکارش کرد، با او پسری که این دختر میخواست به این و با دیگر پسر. همون میگه که ولی بدون اجازه دختر او را برای دیگر جوان نکاح کرد. بعد خودش خبر ازدواج را آورد، گفت دخترم با این جوانی ما با دیگر جوان تر چکار کردم ازدواج میکنم. زن سکوت کرد، زن خب کردی چی نگو، گفت با فلان مقصد با این جوانی با فلان جوان مقصد احمد دیگر نوشه گرفت. دختر سکوت کرد. سکوت علامت رضایتی است. میگه جد چیکار کرد زن راضی است، لیکن در حالی که عقد جایز است، درست است که با هم نکاح کنن، لیکن اگر دیگر غیر ولی خبر عقد را آورد، همون خبر دیگر آورد، مثلا بگیم که مادرش آورد، عمش آورد یا خالش آورد که همین پدر عمش یا خالش آورد، گفت که در این جوانه در مقصد اینا بگیم که در زید نه در عباس تا نفسی تر میبخشه، مقصد
دختر میخواست با زید زندگی کنه لیکن تا نفس او را در عباس میبخشن. گفتن تا با زید زندگی نمینی با عباس بلکه زندگی میکنی. دختر که در اینجا سکوت کرد این علامت رضایت نیست، به خاطر که او کس خبر آورده است که او نیست، یعنی پدرش نیست. در اینجا کی درست میشه نیکو؟ وقتی که دختر با زبان بگوید که من راضی هستم که قایم زندگی کنم، در اینجا بعد درست میشه. تو صراحتا نگوید، میگه همون با آواز که گفت بعدا درست میشه. مسئله 1213. اگر در مواردی که اظهار نظر برای زن صراحتا لازم است سکوت کرد، موقعی که شوهر برای مجامعت نزدش آمد اظهار نارضایت نمود، نکاح جایز است. اینا نگاه که به حد مسئله هست که باور که اگر در موردی که میگه اظهار نظر برای زن صراحتا لازم است، زن که مثلا من قیام جوان زندگی میکنم یا نمیکنم صراحتا است، لیکن در همون زن سکوت کرد، نگو صراحتا که من مقصد زندگی میکنم یا نمیکنم، هیچ نگو، سکوت کرد. میگفت که مثلا من زندگی میکنم یا نمیکنم، اینطوری نگو، سکوت کرد. موقعی که شوهر برای مجامعت نزدش اومد، در حالی که خلوتشو کردن شوهر به نزدش اومد، هیچ مقصد مؤخذ کنه اظهار نارضایت کرد، در همونجا زن بگه راضی نیستم، نارضایت نمود، نکاح جایز است. نکاح در همینجا جایز است. بگیم که نکاح فاسد شوه، زن ناراضگی بتا، در اینجا درست نیست. در همونجا صراحتا که بود زن میگفت باید با زبان که من زندگی میکنم یا نمیکنم، همونجا میگفت. لیکن در اونجا سکوت کرد، هیچی که نگفت. بعد خلوت صحیحه که گفت علاقه برای زن دیر میگه که من زندگی میکنم یا نمیکنم. مسئله 1214. پدر میتواند بدون اجازه دختر صغیره خود او را به نکاح بدهد، همچنین برای پسر صغیره خود ازدواج نماید. دختر صغیره باکره باشد یا شوهر دیده فرق ندارد. همون را میگه پدر میتواند بدون اجازه دختر صغیره خود او را به نکاح بدهد. یک پدر میتونه که حالی بگیم که دختر خردسال است ولی با بالغت رسیدگی نیست، صغیره که گفتن با بالغت رسیدگی نیست. همون را میگه من همین مقصد همین بچه ما چیکار کنم با همون دختر گوره بندون در خود ما میگم همین تا میتواند میگه. و همچنین برای پسری صغیره یا بچهشه میگه ازدواج نماید. دختر صغیره باکره باشد یا شوهر دیده فرق ندارد. همین میتونه که در خدمت این عمل گوره بندان میگویم، همین تکنه درست میشود، یعنی حق دارد پدر. لیکن وقتی که همون گوره بندان که کردن، مثلا همون پسری خردسال شد یا دختر خردسال بخشید یا دختر خردسال شد یا پسر بخشید، لیکن همون ها که به بالغت که رسیدن اگر بخوان با همون نکاح زندگی میکنن، اگر که نخوان از قاضی میرون جدا میکنن. مثلا 1215. دختر و پسر صغیره بدون اجازه ولی نمیتوانند ازدواج نمایند. اگر احیانا خود آنها یکدیگر بدون اجازه ولی آنها را ازدواج نمود، موقوف به اجازه ولی میباشد. اگر اجازه داد ازدواج به حالت خود باقی است و اگر رد کرد ازدواج باطل میشود. یک پسر مثلا پسر 12 سالگی به بالغت میرسد، در حالی که بگیم 10 ساله بود. دختر بگیم که 9 سالگی به بالغت میرسه، 8 ساله بود. همون بچه دختر دوست داشت، گفت که دختر گفت من تنفس مدت بخشیدم، بچه گفت قبول کردم، حالی که خردسال بودن، کودک بودن. نکاح همین ها چگونه میشه؟ نکاح همین ها منعقد به ولی است. اگر ولی یعنی پدر همون، اگر پدرشون اجازه دادن بگن که ما اجازت میتیم، نکاحش چی میشه؟ درست میشه. لیکن اگر پدرشون اجازت که ندادن. مسئله 1216. اگر پدر یا پدر بزرگ جد میگن یعنی بابی برای پسر صغیره خود ازدواج نمود یا دختر صغیره خود را به ازدواج داد، پس از بلوغ برای آنها حق فسخ عقد نمی باشد. اما حق فسخ عقد نمی باشد و اگر غیر از پدر و این کار را کردن، اختیار حق فسخ عقد به
بعد از بلوغ برای صغیر و صغیره می باشد. یعنی همون بابیشو همون گوربندان کرد، یعنی همون مسئله را که بگیم یا پیسر گو که من میرم یک دختر میام نکاح میکنم، گفتن ترا بابیت قایونو دختر عمکید یا قای دختر خالت گوربندان کاگه. همین با سبب شنیدن همین گپ اون پیسر چه دختر جدا کردن نمیتونن، گوربندان شو کرد، یا بگیم عمکیش گوربندان شو کرد، یا عمکیش جیانش گرفت در ای جیانش در ای جیانش بخشیدن تا گوربندان شو کرد. مسئله 1218 در صورت مداخله غیر پدر و جد در ازدواج صغیره و صغیره اگر آنها راضی به عقد نباشند، فورا از بلوغ باید عدم رضایت خود را اعلام نمایند. ولی اعلام آنها برای فسخ عقد کافی نیست، باید به حاکم شروع مراجعه شود تا اینکه حاکم شروع عقد را فسخ نماید. همون وقتی که بگیم که خود شد هم کودکان تا نفس به همدیگر بخشیدن، بعدا چیکار کرد؟ همو را بگیم پدراشو اجازه ندادن که زندگی کنن، میگه همو را چیکار میکنن؟ نزد قاضی میرن، قاضی چیکارشو میکنه؟ جداشو میکنه. فورا میگه بلوغ باید عدم رضایت خود رو اعلام نماید. ولی اعلام اونها برای فسخ عقد کافی نیست، باید به حاکم شروع نزد جداشو میکنه. مسئله 1219 اگر صغیر و صغیره پس از بلوغ چند لحظه تأمل کردند و عدم رضایت خود را اعلام نکرد، اختیاراً از آنها ساقط می شود و بعد نمی توانند نکاح را فسخ نمایند. لکن همون کودکان چیکار کردن؟ جدا نکردن، هم تا کلانش رفتن، گفتن که ما جدا میکنیم، دیگه اختیار از دست میره، هم تا زندگی میکنن. مسئله 1220 اگر غیر پدر و جد صغیره را به نکاح داد ولی برای صغیره نکاح نمود ولی خبر آنها نرسید، پس از بلوغ اگر مدت خبر به آنها نرسید، اختیار آنها ساقط نمی شود و هرگاه با خبر رسید حق فسخ یا اجازه برای آنها خانه تقاعیش بود. خردسال بوده، همه خردسالگیش تنظ شده بچه بخشی کی که همون دختر درک بیان میتونه که نکاح فسخ کنه. مثلا اگر پدرش میبخشید، بعدا دختر که درک میافت، دختر حق داشت که همونجا چیکار کنه؟ نکاح فسخ کنه، بگه من راضی نیستم، حق داشت همونجا که اعلان کنه. وقتی اگر که سکوت میکرد دیگه اختیار از دستش میرفت. لکن اگر تا نفس هم دختر تقویش و امکیش که بخشید، اگر چند دختر کلان هم کشید بعد درک یا گفتنش که پدر امکت بخشیده است، میتونه که نکاح فسخ کنه، حق داره. از بلوغ هم بستری شدن و بعد بالغ شدن فورا اعلام نظر لازم نیست، پس از مدت هم میتواند عقد را فسخ نماید. حتی نابالغیش در حالتی که نابالغ بود هم بستری هم کشیدگی باشه، حق داره که چیکار کنه؟ مقصد رد کنه، نکاح فسخ کنه. مسئله 1221 اگر ولی نزدیک غایب است و چنانچه منتظر بمانند، مصلحت صغیر و صغیر فوت می شود، ولی بعید میتواند عقد را انجام دهد و اگر چندین نباشد عقد موقوف بر اجازه ولی نزدیک است. وقتی حاضر شد میتواند عقد را فسخ نماید و میتواند اجازه دهد. همون را میگه اگر ولی نزدیک غایب بود، همون پدرش در جای رهوی دور بود و چنانچه منتظر بمانند، مصلحت صغیر و صغیره فوت می شود. یعنی فوت دیر می شود، همون چیکار میکنه؟ ولی بعید میتونه عقد را انجام دهد، اما کش میتونه که چیکار کنه؟ تا نفس دختر در او بچه بخشه. و اگر چنین نباشد عقد موقوف بر اجازه ولی نزدیک است. وقتی حاضر شد میتونه عقد را فسخ نماید. لکن پدرک نداشت، امکش گرفت بخشیدش که پدرش با فردا داخل شد، میتونه که فسخ اگر بخواد نکاح اجازه میتونه که اجازه میتونه که فسخش کنه پدرش. مسئله 1222 اگر زن دیوانه بود و دارای پدر و پسر بزرگ است ولی این زن برای عقد پسرش میباشد، عقد پسرش میباشد. همون را میگه اگر زن دیوانه بود، یک زن چی بود؟ دیوانه بود، میگه و دارای پدر
یک پدر داشت و پسر بزرگ است، یک کلان دارد، ولی این زن برای عقد پسرش میباشد. لیکن برای همین ولی کلانتر همین زن کی است؟ همون پسرش میباشد. دارای پدر هم باشه و پسر بزرگ هم باشه، پسرش میباشه. میگه مسئله 1223. اگر صغیر و صغیره صاحب اختیار برای عقد نداشتند، در آن موقع ولی آنها حاکم شروع است. یعنی این در به صاحب خانه ها دخترای هستند که صاحب ندارن، اونها را همون حاکم هستند یا قاضی ولیش میشه. تذکر: اگر زن و شوهر صغیر قبل از بلوغ یکی بمیرد، اون یکی دیگری کما فرض الله از او ارث میبرد. یعنی همونه که بگیم که اگر چیکار میکرد صغیره، همون دختری بگیم که 8 ساله، بگیم ولی 9 ساله نشید با بلوغت نرسید، 8 ساله بود، بچه 12 نبود، 10 ساله بود، تا نفس ده هم دیگر بخش دادن قبول کردن، قبل از بلوغ یکی بمیرد، همون بچه‌ای که بگیم 10 ساله بود، 11 سالگی ده حال 12 ده با بلوغت میرسه، 12 سالگی ده از دنیا گذشت. از دنیا که گذشت، اون یک کم فرض الله از او ارث میبرد. همون دختر 8 ساله از اون بچه ارث برد، از همون بچه چکون میکنه؟ ارث میبره، یعنی میراث میبره. انشاءالله که در درسای آینده با درسایی که وابسته به این نکاح هسته شما میرسونم. موضوع به موضوع مهم است. هر انسان اگر میتونه یگان مسائلی را که در زندگیش نافهمه باشه به خود پیدا میکنه، به خاطر که نکاح زنا و فسادی را از بین میبره. چقدر در جامعه امروز نکاح زیاد شوه، حلالی زیاد شوه، حرامی دور میشه. چقدر نکاح کم شوه، حلالی کم شوه، حرامی زیاد میشه. امروز جوانان که بسیار طلاق میکنن، به زنا زیاد میشه، رونق حرامی زیاد میشه، برکت امروز در جامعه به هم خاطر کم میشه. افسوس که امروز چشمهای من شما از بسیاری گناه دیگه حقیقت نمیبینیم. الله متعال همه ما و شما را در پناه عصمت خود نگه بدارد و پروردگار مهربان همه روز ما را بهترین روزهایی که الله از ما خوشنود باشه نصیب روزی بگردونه و پروردگار مهربان تا دم مرگ ما و شما را در این روزهای پر از فتنه و عداوتی که سر و زیر شده است، اکثریت بیراه شدن، پروردگار مهربان من و شما را برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرماید و پروردگار مهربان اون خطاگی گمراهی که گناهایی که داریم از کبیره و صغیره به لطف و مرحمت خودش به ارحم و راحمینش غفور و رحیم است. پروردگار مهربان گناههای ما را بخشیده بگردونه و دنیا و آخرت ما را آباد بسازه، بیمارای ما را شفای کامل، به توفیقای ما را توفیق، گذشتگان ما را رحمت و عیسی جنت نصیب روز بگردونه. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد.